الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی قدر، بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده و بی‌نهایت مهربان. الحمد لله رب العالمین. حمد و ثنا مخصوص پروردگار جهانیان است و او را سپاس و ستایش میگوییم. از او درخواست کمک میکنیم و از او سبحانه و تعالی طلب آمرزش میکنیم و واسه او توبه میکنیم. به درستی که هر کسی را که الله سبحانه و تعالی هدایت کند، هیچ کسی او را گمراه کردن نمیتواند و هر کی راه گمراهی را اختیار نماید، هیچ نفر او را هدایت کردن نمیتواند. و اشهد ان لا اله الا الله، و شهادت میدهم که معبودی بر حق جز الله نیست. و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، و شهادت میدهم که محمد بنده و رسول او صلی الله علیه و سلم است. بارک الله فیکم. امروز با فضل و کرم الله سبحانه و تعالی با همراهی شمایان از این کتاب مبارک الاصول الثلاثه، اصلهای سگانه که دانستن هر انسان لازمه و حتمی است، این اصل‌هایی که در قبر انسان از آن پرسیده می شود باید جوابهایی داشته باشد، چون اصول حیات انسان را در نظر دارد که ما مقدمه کتاب را با همراهی شمایان در دست گذاشته گرفتیم. این فضل الله سبحانه و تعالی است و مؤلف رحمه الله تعالی در مقدمه اول بیان کرد، گفت اعلم رحمك الله، بدان الله تو را رحمت شامل رحمت خودش قرار بدهد، انه یجب علینا، این که واجب است بر ما دانستن چهار مسئله، تعلیم گرفتن چهار مسئله. در اینجا دعا کرد رحمك الله، گفت الله تو را شایسته رحمتش قرار بدهد، گناهان تو را بیامرزد و تو را از جمله بندگان نیکو قرار بدهد. اعلم رحمك الله انه یجب علینا، گفته بود در درس گذشته که واجب است بر ما، بر همه ما، یعنی مرد و زن، بر هر مسلمان مرد و زن واجب است تعلم اربع مسائل، تعلیم گرفتن، آموزش چهار مسئله، اونها را خوب از خود کردن. چهار مسئله گفتم جمع مسئله است. اول گفتم این مسئله اول اعلم، گفت بدان، یعنی که تعلیم بگیر، بفهم، بیاموز این چهار مسئله را. قسمت اول از این مسئله معرفت الله سبحانه و تعالی بود. یکم در علم داخل میشد شناخت پروردگار و شناخت محمد صلی الله علیه و سلم و شناخت دین اسلام با دلیل ها. نقطه مهم با دلیل ها بود و در بیان شناخت الله سبحانه و تعالی اندک صحبت کردیم از روی این کتاب و شناخت پیامبر صلی الله علیه و سلم و شناخت دین اسلام. این قسمت اول معرفت العلم بود با دلیل ها. درس گذشته که صحبت کردیم. اما امروز باشد در قسمت مسئله دوم که دانستن آن برای ملازمی و حتمی هست، العمل به داخل می شود. المسئله الثانیه، مسئله دوم، العمل به، عمل کردن بر این. یعنی این اولا مقدمه کتاب است که آن علمی که ما آموزیم، که آن علم شناخت الله، شناخت پیامبر صلی الله علیه و سلم و شناخت دین اسلام با دلیل هاست. اکنون داخل میشد بعد آنه که ما این معرفت رو پیدا نمودیم و عمل کردن بر این. مسئله دوم، عمل بر آن علمی که تو می آموزید، یعنی عمل کردن بر آن علمی که آموختیم یا که در آموزش هستیم. زیرا بهی در اینجا ضمیر میگوین این رو به علم برمیگردد، نه که با آن چیزی که تو آموختی باید بر آن عمل بنمایی، به عمل کردن بپردازی. پس بدون که عمل این میوه علم است، عمل کردن این میوه علم است. اگر علم در سینه پنهان ماند و به عمل نپردازد و با این علم عمل نکند، مثل یک ظرف پر از گنج است. یک ظرفی که یک کوزه‌ای که پر از گنج است ولی قلف زده و هیچ کس آن را بهره بردن نمیتواند، یا اینکه مثل یک گنجی که در زیر زمین خوابیده است، کسی از آن بیخبر است. مثل این است اگر علمی که در آن عمل نباشد. حتی ترک کار نیز این عمل است. ترک نمودن یک کار که مخالف شریعت است، مخالف دین است، این هم عمل است. برای چی؟ چرا؟ زیرا هر شخص بداند که صرف کردن عبادت برای غیر الله این شرک است، یا که کار را انجام دادن که این مخالف سنت پیامبر است این بدعت است. پس وی را ترک کرد، این عمل را وی ترک کرد. و مثل اینکه میداند که مولود پیامبر این بدعت بود است، نه پیامبر جشن گرفت، نه رسول الله جشن گرفت، نه صحابگان، نه صاحبان مذهب، نه محدثان، هیچ کس جشن نگرفته است از بزرگان دین، از عالمان معتبر معروف. پس ترک نمودن این عمل کردن است، عمل کردن با آن علمی که تو پیدا نموده. پس آن عمل رو باید ترک کنی. پس این واقعیت گاهی میشه که ترک کردن چیز این عمل کردن است، یا عمل کردن یا که ترک نکردن آن چیز این عمل است. مثلا الله تو را
امر نمود که نماز رو 5 وقت رو بخوان، در وقتش ادا نما، در وقتش ادا نما. پس تو این رو اجرا کردی، پس این علم است، عمل کردی با این علم. پس در مورد دین باشد، در مورد دین باید انسان پیوسته با علم باشد، خود رو پیوند با علم بسازد و در برابر آن عمل کردن را هم قرار بدهد. پس بدونید که علم در اسلام علم تنها دانستن نیست، تنها معلومات پیدا کردن نیست. چقدر مردمی هستند که علم دارن، یک علم کوچک دارن. برای هم بدونید که علم در اساس شریعت این تنها دانستن نیست، تنها معلومات های گوناگونی را در ذهن خود پیدا کردن، جمع کردن نیست. اگر این گونه باشد این علم برای انسان بر ضد انسان روز قیامت حجت می شود، نه فایده برایش فایده نمی دهد، بلکه باید با این علمی که تو می آموزی عمل رو پیوست کنی به خاطر نجاتت، به خاطر اینکه برایت نفع برساند، فایده بدهد. اما عمل بدون علم باشد اساسی درست ندارد، شاخه های شکسته است که منفعت نمی رساند و گمراهی رو به بار می آورد. در قرآن کریم بسیار وقت الله سبحانه و تعالی ایمان و عملهای صالح را یک جا ذکر میکند. ایمان را وقت ذکر کرد، عملهای صالح را با او میپیوندد تا روشن شود، تا نتوان آن را از هم جدا کرد. چگونه که الله میفرماید ان الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانهار. الله کسانی را که ایمان آورده‌اند، علم پیدا کردن، ایمان آوردن و کارهای صالح را انجام داده‌اند. نگاه کنید، الله در اینجا ایمان را، علم را با عملهای صالح پیوست کرده، از همدیگر جدا نیستن، با همدیگر هستند. الله کسانی را که ایمان آوردن و عملهای صالح انجام داده‌اند در باغ‌های داخل می‌کند که از زیر آن جوی‌ها جاری است. یحلون فیها من سراویل من ذهب و لؤلؤ. آنها در آن باغ‌ها دستبندهای طلاگین و موارد از زینت‌ها بر آنها داده می‌شود. و لباسهم فیها حریر. و لباسشان در آنجا حریر است، یکی از بهترین و نیکوترین، زیباترین لباس‌ها، ملایم‌ترین، در سوره حج آیه 23. پس مسائل اختلاف میان علم و عمل. اگر علم باشد ولی عمل نباشد، مثل یهودیان انسان قرار میگیرد. چون الله سبحانه و تعالی در کلامش یهودیان را به خاطر چیز مذمت کرده، به خاطر چیز آنها را سرزنش کرد. هر روز ما سوره فاتحه میخونیم، میگیم غیر المغضوب علیهم، نه آن کس، پروردگار ما را به سوی آن کسانی که بر آنها تو غضب کردی بر آنها پیوست مکن، ما را از آنها دور بساز. برای چی الله بر این یهود غضب کرده؟ به خاطر آنه که آنها علم داشتن ولیکن با علم عمل نکردن. اما اگر عمل باشد ولیکن عملی به علم باشد، انسان به مثل نصارا قرار میگیرد، نصرانی ها. و در آخر آیت سوره فاتحه ولا الضالین میگم، نه گمراهان. پناه میبریم به سوی الله از این دو طایفه خبیث. چون یهودیان علم داشتن عمل نکردن و نصرانی ها به علم عمل کردن، مثل صوفی های حاضر زمان واری، بدون علم از خود قانون شریعت قرار داده عمل میکنن بر آن. پس یهودیان حقیقت رو میدونستن، اما از روی حسد خود و از روی ظلم و ستم، از روی سرپیچی و سرکشی عمل نکردن. کسی که اگر که به اینها مانند کنه خودش رو از اینها قرار میگیرد، آن را با از مردم پنهان کردن، به مردم علم را نرسوندن. الله سبحانه و تعالی میفرماید الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. کسانی که به آنها کتاب داده شد، آنها پیامبر رو، یعنی صلی الله علیه و سلم رو میشناسند، آن رو میدونن چون که فرزندان خود رو میشناسند، یعنی که پوره و کامل پیامبر را شناختند. و این فریقا منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون. ولی گروه از آنها حق را پنهان کردند در حالی که میدونستند. در سوره بقره آیه 146. و نصارا باشد دقت با اخلاص داشتند، یعنی با اخلاص الله را میخواندند، عبادت میکردند، ولی به علم، بدون علم، همین است که گمراه شدند. برای همین هر روز میگویی ولا الضالین، نه گمراهان. شیخ الاسلام رحمه الله تعالی گفته است که هر کی از علمای این امت علم داشته باشد، هر کی از علمای این امت علم داشته باشد، اما بر طبق آن عمل نکند، یا که بر طبق آن عمل نکرده باشد، مانند یهودیان است. و هر کی از عابدان، یعنی عبادت کنندگان، عبادت کند ولی بر جاهلی بدون علم، مانند نصارا هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند در حدیث پاهای بنده، قدمهای بنده در روز قیامت از جای نمی جنبد. یک در روز قیامت چنان سختی هست که
هیچ کسی هیچ حرکتی را انجام نمیدهد تا از 4 چیز از او پرسیده شود. 4 چیز از او پرسیده می شود، قدمت را حرکت نمیدهی. از عمرش که در کجا صرف کرده است. پس مراقب این نعمت بزرگی که الله برای تو عطا کرده است باش. این عمری که الله برای تو داده است، تو آن را هر روز 24 ساعت وقت داره، اون رو در کجا صرف می‌نمایی؟ آیا در راه خیر است یا در راه بد؟ در کجا می‌گردی در این 24 ساعت؟ از عمری که تو در کجا صرف می‌نمایی در روز قیامت از تو پرسیده می‌شود. از علمش که چگونه به آن عمل کرده است. پس آن علمی که ما می‌آموزیم تلاش نماییم که با آن عمل کنیم، بر خاندان خود بیاموزانیم، چون علم نور است، روشنایی است، هدایت است، بخشش است. از مالش که در کجا این مال را صرف کرد، مال را از کجا آورد و در کجا صرف کرد، و از وقتش. ابن قیم رحمه الله تعالی که تلمیذ و شاگرد شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله تعالی است، در کتاب فوائدش یکی از نیکوترین کتاب هاست بیان می‌نماید علمای سو، یعنی عالمان بد، در بیان علمای سو، عالمان بد در نزد در بهشت نشسته‌اند. خوب گوش بدهید، چون علما دو قسم هستند، علمان راهنمایی کننده هستند و علماهای سو هستند، عالمان بد هستند. و در زمان ما علمان بد چیز زیاد شده هستند، به سوی بدی میکشونند. سخن زیباست، به نهایت با دقت گوش بدهید. میفرماید علمای سو، عالمان بد در نزد در بهشت نشسته هستند، مردم را با سخنانشان به سوی آن دعوت میکنند، به سوی بهشت، ولی با عملهایشان به جهنم راهنمایی میکنند. با سوی جهنم راهنمایی میکنند. پس هر بار که سخنانشان گوید بیایید دعوت نماید، عملهایشان میگوید گوش ندهید، دور باشد که شما را به سوی جهنم راهنمایی میکند. اگر آنچه میگفتند حق میبود، خود اولین عمل کنندگان سخنان خود میشدند و آنها، چهره های آنها از ریش، از لباس، در صورت ظاهر به سوی نیکی راهنمایی کننده هستند، نیکخواه هستند، دوستدار نیک هستند در ظاهر، ولی حقیقتا چیز آنها راهزن‌های هستند که در این راه نشسته هستند. پس بدون که علم و عمل دو بال هستند، دو پر هستند که بدون هم امکان آپذیر است. یکی نباشد دیگری نمیتواند با سوی نور راهنمایی شود. پس علم نور است که راه را روشن میکند و عمل قدم است که به سوی بهشت تو را راهنمایی میکند. پس علم به عمل این غرور است، تکبری و سرکشی است و شایسته لعنت است مثل یهودیان، و عمل به علم گمراهی است مثل نصارا. پس شخص تعلیم گیرنده، متعلم، باید همیشه شرم داشته باشد. از چی؟ باید بگوید با خودش من چی کار کردم؟ من چی میدونم؟ من چی آموختم؟ آیا با این آموختم عمل کردم یا عمل نکردم؟ زیرا علم با عمل زنده میگردد. بارک الله فیکم. پس مرتبه های ترک عمل با علم، انسان علم دارد آن را ترک می نماید. اولا ترک که کفر است. اگر کسی بداند که توحید حق الله است بر بندگانش، حق الله علی العبید ای یعبدوه ولا یشرکوا به شیئا، چون یک پیامبر گفتن حق الله بر بندگان این که او را عبادت نمایند و بر او کسی چیز شریک قرار ندهند. اگر کسی بداند که توحید حق الله است بر بندگانش و بداند که تنها الله است که سبحانه و تعالی سزاوار عبادت است و بر خلاف آن عمل میکند، پس ترک چنین عمل، ترک چنین علم کفر است. مثال میاریم، کسی با عقل است، با فراست است و علم هم دارد، علم را میداند که عبادت بت‌ها، شیخ‌ها، پیرها، از قبرها دعا و کمک و مدد طلب کردن شرک و باطل است، ولی با وجود این آن را برای غیر الله صرف میکند. این کفر است. دوم ترک که معصیت است، گناه بزرگ است. اگر کسی بداند که کار حرام است ولی باز آن را انجام میدهد، پس اینجا گناه بزرگ است، گناه عظیم به ایثار میرود. مثال دانستن حرام بودن زنا، میداند که زنا حرام است ولی آن را انجام میدهد. دانستن حرام بودن شراب نوشی ولی آن را انجام میدهد. میداند که حجاب فرض است ولی آن را اجرا نمیکند. این عمل کفر نیست، زیرا اصل دین را رد نکرده است، اما گناه بزرگ است که با توبه و استغفار انسان باشد که الله گناه او را بیامرزد. و قسمت سوم ترک که مکروه است، پسندیده نیست. اگر کسی بداند که پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز را با صفت معین میخواند ولی آن را ترک میکند، این ترک مکروه است. یک بعضی از چیزهایی که در داخل نماز هستند که مستحب هستند آنها را انجام نمیدهد، مثل ترک بعضی از سنت‌های مؤکده در نماز که عمل کردن با آن مستحب است و ترکش مکروه است ولی گناه نیست، اما از اجر و پاداش خود را محروم میکند. و قسمت چهارم ترک که مباح است، نه که جایز است. بعضی کارهایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام میداد یا ترک میکرد از عادت‌های شخصی یا که جسمانی بودند، نه عبادت نه شریعت بودند. مثال شخص میدوند که یا که ما میدونیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم با صفت مخصوص خواب میرفت، با حالت معین
معین خوب میکرد یا مینشست یا غذا میخورد، نوع غذا میخورد یا که نوع لباس، نشست و خستنش، طرز سوار شدنش بر مرکب و مثال این همچنین. ولی انسان خود خواب و نشستنش را با طرزی که برای خودش موافق است بر حالت خودش اختیار میکند که این ترک مباح میشود و ترک چنین عملها حکم شرعی ندارد، زیرا این تنها یک عادت است، عادت طبیعی مردم است نه عبادت. برای همین میگویند که صلاه همچنین این عادت است، گذاشتن صلاه این سنت نیست میگن بلکه یک عادتی است. چون که در ما برای حتی برای تاقی را فرض قرار دادن. این را از کجا آوردن؟ نمیدونم، این از کلام دین آوردن، تا حالا ما در یگان کتاب نیافتیم. پس فرق بین عبادت و عادت، فرق بین عبادت و عادت، ما باید بدونیم که عبادت چی است و عادت چی است. عادت عملهایی که به شریعت پیوند نیستند و اجرا و ترک آن نه ثواب دارد نه گناهی دارد، اینا عادت میگویند. اما عبادت عملهایی که با نیت و دوستداری شریعت و با دستور شریعت، کتاب الله و سنت پیامبر صلی الله علیه و انجام داده می شود. با عمل کرد این و ترک آنها می تواند کفر باشد و مثل ترک نماز، می تواند گناه و معصیت باشد و مثل اینکه انسان روزه نمی دارد در ماه شریف رمضان یا غیر این، چون یک در بالا بیان کردیم. پس عبادت عملی است که با ترک آن انسان گناه می گیرد یا گناه نمی گیرد، یا با ترک آن انسان مورد عذاب و عقاب قرار میگیرد یا قرار نمیگیرد. این عبادت است. پس نه همه عملی پیامبر صلی الله علیه و آله به معنای عبادت است. فهمو؟ برخی از عادتهای شخصی هستند، طبیعی هستند، زندگی او بودند. پس ترک چنین عادتها برای ما هیچ گناهی ندارد، هیچ حکم شرعی ندارد. پس در جمله ترک عمل با علم 4 حالت دارد. یکم کفر است، اگر در اصل توحید باشد و رد کردن شریعت باشد، یا ترک نماز باشد. دوم معصیت است، گناه بزرگ است، حرام است، آن را میداند ولی آن را انجام میدهد. سوم مکروه است، اگر سنت ها و مستحبات ها را ترک کند. چهارم مباح است، اگر ترک از امور از عادتهای شخصی باشد که اجرای آن عبادت نیست. پس علم با عمل مثل بدن با روح است. اگر عمل جدا شود علم به هدف میماند، هدف دیگه ندارد، معنی دیگه ندارد. و هر قدر اگر معرفت پای بلند شود، دانش بسیار شود، مسئولیت بیشتر باید بگردد و سوال هم بزرگتر می شود. این از دلیل مسئله دوم. بارک الله فیکم. اما المسئله الثالثه، مسئله سوم، الدعوه الیه، دعوت کردن با آنچه که تو آموختی و عمل کردی. مسئله سوم، دعوت به سوی آن علمی که تو آموختی و عمل کردی. اسلام و حق. پس حق یک توست. پس مرحله سوم، پس از آن که انسان علم آموخت و با آن علم عمل کرد، انسان علم آموزد و عمل کند، نوبت مهمتر می آید. رساندن آن علمی که تو گرفتی و رساندن آن حقی که تو آموختی به دیگران. پس از آموختن حق، توحید الله و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و عمل کردن به آن، مرحله سوم فرا می رسد که دعوت کردن به سوی آن. و در اینجا عباره‌ای که علما گفتن و دعوت الیه، دعوت کردن به سوی آن، به سوی آن علمی که تو آموختی و عمل کردی، علم شرعی. یعنی بر هر مسلمان واجب است که دیگران را با آنچه که آموخته است هدایت کند، بر آنچه که الله نازل کرده است، الله شریعت قرار داده است، رسول الله بیان کرده است، با حکمت، با نرمی، با برهان و حجت و دلیل. و هر مسلمان بر اساس وظیفه داریش که است برگردنش هست، دیگران را با سوی اسلام، با سوی حق باید دعوت نماید. با چی؟ با حکمت، اندیشه درست و سخنان زیبا که حکمت این سنت رسول صلی الله علیه و آله است. با موعظه حسنه، با نرمی، با دست آوردن قلب، با دلیل حجت باشد، همچنین دلیل روشن از قرآن و سنت. پس دعوت به سوی حق، دعوت به سوی حق این امانت پیامبران است بر دوش مایان. علم وقت ارزش پیدا می نماید که با آن عمل نمایی و به سوی آن دعوت نمایی، نه که به دیگران آن علم را برسانید، دلهای آنها را به سوی این نور روشن بسازید، در حالی که دل خود روشن شده است. پس اسلام تعلیم می‌دهد که 3 قدم با هم پیوند باشند: علم، آموختن حق، عمل، اجرای حق، دعوت، راهنمایی دیگران به سوی این حق. اگر یکی از اینها نباشد علم کامل نمی‌شود که. پس علم اگر تنها به سر شخص محدود بگردد و به دیگران نرساند، مثل یک چراغ است که تنها یک حجره را روشن می‌نماید بس، اما باقی تمام دنیا تاریک است. اما ما باید تلاش نماییم که این دنیا را به سوی روشنی راهنمایی کنیم. باید تمام دنیا به سوی این روشنی، به سوی قرآن و سنت راهنمایی شوند. پس چرا دعوت واجب است؟ حقیقت تنها برای خود انسان نیست، بلکه یک امانت است که بر دوش مایان است. ما باید این را برسانیم. اگر مسلمان حق را بداند ولی آن را پنهان بکند، برایش گناه عظیم است. برای همین علما گفتند العالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. عالمی که با علمش عمل نمیکند، پیش از بت پرستان عذاب کرده می شود. و الله میفرماید که وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ.
الله از اهل کتاب عهد گرفت که آن را برای مردم بیان کنند و پنهان نکنند. سوره آل عمران آیه 187. این آیه نشان می‌دهد که پنهان کردن علم این خیانت است و دعوت به خود راه‌ها و اصول‌های دارد که الله فرمود این راه‌ها و اصول‌ها را برای ما پیوسته بیان کرده. چگونه که فرمود در سوره نحل آیه 125: ادعو الى سبیل ربک بالحکمة و موعظة الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. به راه پروردگارت با حکمت و موعظه نیک دعوت کن و با آنها با بهترین طرز بحث نما، نصیحت نما. پس حکمت درک کردن حالت مردم و انتخاب سخن مناسب در جایش. موعظه حسنه با نرمی، با مهربانی، با کلام دلنشین. جدال با طریق راه نیکو، با آوردن دلیل ها، با آرامی، با احترام، نه با خشم و غضب و دشنام. و رسول الله صلی الله علیه و سلم ارزش دعوت رو برای ما بیان کردن میفرمایند: فوالله لان یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لك من حمر نعم. قسم به الله، قسم به آن ذات، اگر الله با واسطه تو به سوی علی خطاب می‌نماید یک شخص را هدایت کند، برای تو بهتر است از تمام چیزهایی که آفتاب در آن روز طلوع می‌کند. خیر لك من حمر نعم، بهتر است از شتر سرخموی. شتر سرخموی یکی از شترهای قیمت بهای است نزد عرب. روایت بخاری و مسلم. بهترین نوع شتر در زمان عرب بود، قیمت‌ترین از شترهاست. یعنی یک شخص رو به سوی حق راهنمایی کردن بهتر است از تمام مال و ثروت دارایی، از هر چیز دیگه بهتر است. بارک الله فیکم. پس دعوت به سوی این علم. و مرحله چهارم، المساله الرابعه، مسئله چهارم که در نقطه اولی که ما در دست اول گرفتیم، دونستن 4 مسئله برای ما واجب است. چهارم، الصبر علی الاذى فی، صبر نمودن در آن چیزی که در آن آزار و اذیتی که بر بالای شخص می آید. صبر کردن بر آزار و اذیت در راه الله. شاید اولین مصیبت که بر بالای انسان می آرند این شاید از خانواده خود شروع شود. و صبر در لغت عرب به معنی بازداشتن نفس خود است و در شریعت بازداشتن نفس بر 3 چیز است: صبر بر طاعت الله، صبر از محارم الله، معصیت الله، دوری از حرام، و صبر بر تقدیر الله. وقتی که انسان بر مصیبت گرفتار میشه باید صبر کرد. الله میفرماید که الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. آن پروردگاری که مرگ و حیات را آفرید تا شما را بیازماید که کدام از شما نیکوترین عمل را انجام میدهید. نگفت اکثرکم، بیشترین عمل را انجام میدهید. نیکوترین عمل نزد الله قبول می شود، بهترین عمل. باید مسابقه ما در بهترین عمل باشد، نه بیشترین عمل. عمل بیشتر که مخالف سنت باشد برای انسان وبال است. مثل صوفی هایی که بسیار ذکر می نمایند بر مخالف شریعت است، عمل های ذکرهای شرکی و کفری و بدعتی است، برای انسان منفعت نمیبخشد. برای همین اون آیت در سوره ملک آیت 2 است. مسئله خیلی نیکویی را در اینجا ذکر می‌نماید و پیامبر الله صلی الله علیه و سلم در حدیث فرمود که اذا احب الله قوما ابتلاهم، هنگامی که الله قومی را دوست دارد آنها را آزمایش میکند، آزماید، امتحان میکند. فمن رضی فله رضا و من سخط فله سخط. هر کس راضی شود راضیگی از آن اوست، خوشحال و خوشبختی از اوست، و هر کس ناراضی شود سزاوار ناراضگی میگردد. روایت ترمذی است. و باز رسول الله فرمودند اشد الناس بلاء، این سخت‌ترین امتحان ها را و مصیبت ها را انبیا سخت‌ترین ابتلاها را گرفتند، کشته شدند، پاره شدند، چقدر عذاب و شکنجه از جانب دشمنان اسلام داده شدند، چون درجه ایمان آنها بلند است، صبرشان بیشتر است، رساله آنها عظیم است. و در دوام حدیث چی فرمود؟ والامثل فالامثل. بعد انبیا ابتلا می شود کسانی که از انبیا پیروی کردن و کسانی که از علما پیروی کردن، از جهت تقوا و ایمان داشتنشون، واسطه بر ایمان، تقوا، پرهیزگاری، دینداریشون ابتلا و امتحان قرار می گیرند. و آزمایشی که می شود این نشانه غضب نیست، بلکه نشانه نزدیکی به الله است و بلند شدن درجات بنده در نزد پروردگار. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که هر کی الله برای او خیر بخواهد مصیبتی را برای او می آورد، با مصیبت او را می سنجد. روایت بخاری. پس صبر ستون اساسی دعوت است، هیچ راه خیر بی آزار نیست. بارک الله فیکم. پس دلیل بر این 4 مسئله که ما امروز بیان کردیم، 3 مسئله که امروز بیان کردیم، مسئله چهارم رو ما در درس گذشته بیان کرده بودیم، العلم بود. دلیل جنبستی این 4 مسئله سوره عصر است که سوره عصر رو هر یکی ما و شما حفظ میدونیم. الله میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام الله بخشنده و بینهایت مهربان. والعصر، قسم به عصر، زمان، دهر، که انسان بیشک در خسارت است، در هلاکت است، در هلاکت تام است. الا الذين آمنوا،
مگر آن کسانی که ایمان آوردند و عمل الصالحات و کارهای شایسته انجام دادند و تواصی بالحق و به سوی این حق دعوت نمودند و تواصی بالصبر و سوی این صبر و سوی این حق صبر کرد دعوت نمودند. والعصر گفت واو قسم است در اینجا، یعنی که حرفی که برای قسم خوردن استفاده می شود و در اینجا الله عز و جل با وقت، با عصر، با این زمانه قسم خورده ایستاده است، چون این وقت اهمیت بزرگ و مقام بلندی آن را بیان کند برای ما شمایان و مراد از عصر تمام زمان را در بر میگیرد. والعصر واو قسم است و هر قسم جوابی دارد و جواب قسم در اینجا سخن او تعالی ان الانسان و درسته که تمام انسانیت، مراد از انسان در اینجا گفته شده است که قول بعضی از علما کافر است، تمام کافران. این قول ابن عباس رضی الله عنهم و گفته شد که مراد از جنس انسان است. در این صورت تمام انسان کافر و مؤمن را در بر میگیرد، یعنی تمام انسان در هلاکت تام است، در بدبختی تام است. پس اگر مراد تنها کافر باشد آنگاه معنای ان الانسان لفی خسر، البته انسان در خسارت است تنها برای کافران، اما اگر آن باشد برای تمام انسان کافر مؤمن. هلاکتی اگر که در کافر باشد، به درستی که تمام انسان ها در هلاکت هستند، اگر برای کافر باشد هلاکت کامل است، زیان مطلق است، دیگر نجات نیست، هلاکت ابدی است. ان الانسان لفی خسر، به درستی که انسان در هلاکت، بدبختی، زیان مطلق است. هلاکت یعنی عذاب در عذاب شدید، در کمبودی و زیان عظیم است و نجات، راه نجات برای اون نیست. اما اگر برای مؤمن باشد، چون یک تفسیر دیگره، برای مؤمنان هم چیز راه هلاک نیست، راه نجات نیست مگر با این چهار مسئله. مگر این چهار مسئله در این سوره عصر ذکر شد. الا الذين امنوا گفت اول، مگر آن کسانی که ایمان آوردند، یعنی به الله متعال ایمان آوردند، او را با توحید، با یگانگیش شناختند و عبادت کردند و صرف عبادت غیر الله نکردند، برای او سبحانه و تعالی خضوع و فروتنی را قرار دادند، نه از برای غیرش، از او دعا و کمک یاری مدد تمام احکام عبادت را صرف کردن، نه برای غیرش، او را اطاعت کردن، نه غیرش را. ایمان آوردن که علم پیدا کردن، معرفت الله. الا الذين امنوا مگر آن کسانی که ایمان آوردند، اول آموختند، یعنی علم پیدا کردند. این خود دلیل مسئله اول است، چون ایمان به پایه علم پیوند است. ایمان به پایه علم و عمل بنا شده است، چون یک در آیت بالا بیان کردیم. و ایمان شرعی، ایمان اصلی، ایمان شرعی، ایمان صحیح و درست بر سه رکن به طور تفصیل بیان شده است. یکم اعتقاد با قلب، با دل. دوم اقرار با زبان. سوم عمل با عضوها، با جوارح. اگر کسی تنها اعتقاد با قلب بگوید و بس، وی راه گمراهی را انتخاب کرد، به مثل مرجعه ها. یا کسی که اعتقاد با قلب، اقرار با زبان گفت و بس، اینم راه هلاکت را انتخاب کرد. اما کسی که اعتقاد با دل، اقرار با زبان، عمل با عضوها، با جوارح را داخل کرد، این سه قسمت شد، پس ایمان وی انسان فرا شد، اهل سنت قرار گرفت. و علمای تفسیر گفتند که این سورت تمام راههای نجات را جمع کرده است. یکم ایمان، علم. دوم عمل. سوم حق و سوی حق دعوت کردن و چهارم صبر کردن. الله سبحانه و تعالی در این سوره عصر با عصر قسم خورد، یعنی با زمان که مالکیت و ارزش بزرگ دارد. هر انسان در هلاکت و خسارت است، در حالت تلف شدن است، در زیانکاری بزرگ است. و در اینجا چقدر استثناء کرد؟ الا گفت مگر آنهایی که این چهار اصل برای نجات. یکم ایمان. ایمان این دلیل مسئله یکم است، علم آموختن، زیرا ایمان با علم و عمل بنا شده است. اعتقاد قلب، گفتار زبان، عمل عضوها. دوم عمل صالح، دلیل برای مسئله دوم است، عمل کردن. و تواصی بالحق گفت، دعوت به سوی حق، دلیل مسئله سوم است، دعوت کردن. و تواصی بالصبر، دلیل مسئله چهارم است، صبر کردن. این سوره کوتاه که عبارت از 3 آیت است، به مثل یک قانون نجات است. هر کسی که از این 4 مسئله پیروی کند نجات می‌یابد. ایمان با علم و اطمینان، عمل با اخلاص، دعوت به سوی حق با نرمی و حکمت، و صبر در این راه از آزار و اذیت‌ها و امتحان و ابتلاها. پس هر کسی که این 4 چیز را در خود جمع کند، بردباری بزرگی به دست آورده است. و کسی که آن را ترک کند در زیان است، حتی اگر بزرگ هم باشد، مال زیاد هم داشته باشد، جایزه و عنوانهای بزرگ هم داشته باشد و کتف‌هایش هم بلند هم باشد، برایش نجات نیست. و عمل الصالحات، مگر آنهایی که ایمان آوردن و عملهای صالح، کارهای شایسته انجام دادن. دلیل مسئله دوم عمل کردن. و تواصی بالحق،
حقی به سوی آن دعوت نمودن، دیگران را توصیه کردن به سوی این حقی که خودشون در این روشانی افتادن. پس حق و تواصی بالحق، به حق دعوت کردن، مفسران در واژه گفتن این حق که در اینجا در سوره عصر ذکر شده است افادهای گوناگون گفتند. قوم گفتند که حق این توحید است و دیگران گفتند حق این قرآن است و دیگران گفتند حق این پیروی سنت است. ولی همه این تفسیرها معنی یک است، برمیگردد بر حقی تنها که یکتاست، آنچه که پیامبر صلی الله علیه و سلم آورده است. و تواصی بالصبر، یا دیگر را با سوی صبر توصیه کردن، این دیگران را با سوی صبر وصیت نمودن. صبر سه قسمت دارد: صبر بر طاعت الله سبحانه و تعالی، صبر از نافرمانی او سبحانه و تعالی و صبر بر قضا و قدر. و سپس مؤلف رحمه الله تعالی، مصنف گفته است، امام شافعی رحمه الله تعالی فرموده است: لو ما انزل الله حجة علی خلقه الا هذه السوره لکفتهم. اگر الله برای مخلوقاتش دیگر حجت نازل نمیکرد جز همین سوره عصر، آنان را کافی بود. امام شافعی رحمه الله تعالی با این سخن بزرگی سوره عصر را نشان میدهد. چرا؟ زیرا این سوره با چند آیت کوتاه تمام راه نجات را جمع کرد. ایمان را، باور به الله و پیامبرانش و عمل صالح، عملهایی که با ایمان مربوط هستند، قرآن و سنت، و توصیه به سوی حق، دعوت و یاریدهی به سوی حق دیگران را، و توصیه به سوی صبر، استواری در راه حق، حتی در میانی اگر انسان در آزمایش ها بیفتد. این سوره کوتاه است، راه نجات است، اما منهج کامل مسلمان را میفهماند چگونه خود را انسان نجات بدهد و دیگران را از خسارت و از هلاکت تام. اگر انسان بر این 4 قاعده عمل کنند برای نجات آنها کافی است. امام شافعی رحمه الله تعالی، ابو عبدالله محمد ابن ادریس شافعی هاشمی قریشی، امام معروف صاحب مذهب 4 گانه، یکی از صاحبان مذهب است، بزرگ است، میشناسیم هممون، که فرموده آن: لو ما انزل الله حجة علی خلقه الا هذه السوره لکفتهم. اگر الله برای خلقش هیچ دلیل نازل نمیکرد جز این سوره اصل برای آنها کافی بود. لو ما انزل الله نفی است، انکار کننده است، یعنی گفته است که اگر الله هیچ حجت، برهان و دلیل ناظر نکرده باشد، علی خلقه، بر خلق است، بر خلقش، در اینجا مصدر مفید رو ذکر می نماید، اضافه میکنه علی خلقی به سوی خلقش، معنیش عمومی میگرد، تمام خلق در بر، تمام انسان در بر میگیرد. الا هذه سوره، با وجود کوتاه بودنش، مگر این سوره با وجود کوتاه بودنش با شدت اختصارش برای آنها کافی بود. و در بیان شناخت این 4 مسئله و قول امام مسلم رحمه الله تعالی، قول امام بخاری رحمه الله تعالی را میارد در صحیح خود، در کتاب علم، در صحیح بخاری رحمه الله میفرماید: باب العلم قبل القول والعمل، باب در بیان اینکه علم پیش از سخن و عمل است. امام بخاری رحمه الله تعالی در صحیح خود در کتاب علم گفته است علم پیش از سخن و عمل است. و دلیل آن قول الله سبحانه و تعالی در سوره محمد را آورده است: فعلم انه لا اله الا الله، بدان که معبودی بر حق جز الله نیست و از برای گناهان خود استغفار نما. در این آیت جمع کرده شده است بین 2 چیز، علم و عمل. علم در سخن او سبحانه و تعالی، فعلم، بدان، در اینجا الله اول علم رو ذکر نمود، اول علم را انسان بیاموزد. سپس فرمود: واستغفر لذنبک، از برای گناهان خود استغفار طلب نما، طلب استغفار نما. این که عمل است، این عمل است. پس اول علم ذکر شد، بعدن عمل. فعلم گفت خطاب به سوی رسول الله صلی الله علیه و برای تمام امتش قرار میگیرد، تمام امت رو در بر میگیرد. انه، یعنی در حال بودن، در حقیقتی که ذکر شده است این است که لا اله الا الله، نیست معبودی بر حق جز الله. واستغفر لذنبک، این امر است، از برای گناهان خود استغفار طلب نما. پس فرموده الله سبحانه و تعالی: فعلم انه لا اله الا الله، بدان که معبودی بر حق جز الله نیست، این اول علم. سپس فرمود: واستغفر لذنبک، یعنی که از برای گناهان خود استغفار طلب، این عمل است. در این آیه کریمه دلیل است بر آنچه که مؤلف میخواست اثبات نماید، علم و عمل. علم مقدم از عمل است، سپس عمل. خطاب به سوی رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتیم برای تمام امتش این قرار میگیرد. امام شافعی رحمه الله تعالی در سوره عصر راه نجات عمومی را توصیف کرد برای ما: ایمان، عمل، دعوت و صبر. و امام بخاری رحمه الله تعالی با آیات سوره فعلم نشان داد که شرط پیش از عمل کردن شرط این علم آموختن است. پس بدونید که علم این زمینه اول تمام عبادت هاست که بر آن سپس عمل پیوست می شود. پس عمل به علم گمراهی است و علم به عمل ضلالتی است، گمراهی است، چون حجت برای خود انسان میگردد و صاحبش را در گمراهی و در ضلالت می افتاند. پس بدونید که ما نجات نداریم مگر با این چیزی که در اینجا ذکر شد: یکم علم، ایمان آوردن، معرفت
معرفت الله، معرفت رسول الله، معرفت دین اسلام با دلیل ها، با اعتقاد جازم، عمل صالح با اخلاص و متابعت پیامبر صلی الله علیه و سلم، دعوت به سوی حق، به سوی قرآن و سنت با حکمت و موعظه نیکو و صبر در این راه، چگونه که الله فرمود نفست را صبر بنما، در آن چه که الله سبحانه و تعالی بیان کرده است با آن کسانی که الله سبحانه و تعالی را شب و روز ذکر می‌نمایند، عمل می‌نمایند. یعنی در اینجا این چهار مسئله به اتمام می‌یابد. چهار مسئله که ما ذکر نمودیم به اتمام می‌یابد. سپس مقدمه دیوم رو مؤلف در اینجا می‌خواد برای ما بیان نماید. ما مقدمه دیوم رو باذن الله تعالی درس دیگه می‌گیریم. باذن الله تعالی درس دیگه مقدمه دیوم رو با همراه شما می‌گیریم که مقدمه دوم دونستن سه مسئله است و عمل کردن بر آن. دونستن سه مسئله خیلی مهم و عمل کردن به این سه مسئله است که ما این سه مسئله رو درس دیگر با توفیق و فضل الله سبحانه و تعالی برای شمایان بیان خواهیم نمود. و در آخر دعا میکنیم که ای پروردگار دین ما را که اساس کارهای ماست اصلاح نما و دنیای ما را که زندگی ما در آن است اصلاح نما، آخرت ما را که بازگشت به سوی ماست اصلاح نما و زندگی ما را برای ما افزایش همه خیر و نیکویی، افزایش توحید و ایمان سنت، پیروی از قرآن و سنت بگردان و مرگ و پروردگار برای ما رهایی از هر بدی قرار بده. پروردگار ما را به راه راست راهنمایی کن. پروردگار گذشتگان ما را از مؤمنان و مسلمانان شایسته رحمت و بخشش قرار بده و زندگان ما را پروردگار را توفیق ایمان و عمل کردن و نصیب روزی بگردان. پروردگار به درستی که ما با نفس‌های خود ظلم و ستم بیشتر زیاد کردیم، اگر تو ما را نبخشی نه امروز ما از جمله زیانکاران قرار میگیریم. پروردگار تو پاک هستی ای الله و حمد و سپاس ستایش تو رو میگوییم و گواهی میدیم که هیچ معبود جز تو نیست و تو آمرزنده و بخشنده و مهربان هستی و به سوی تو توبه میکنیم. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک. اگر یگام سوال باشد مرحمت، یگام سوال داشته باشد مرحمت، با سوال ها ان شاء الله که تلاش می‌نماییم که جواب بدهیم.